فراهم آوردن شرایط جهت رشد ساحه ورزش که یکی از سمت‌های افضل‌الناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت به حساب می‌رود، پیش از همه برای نورسان و جوانان و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در بین آنها میباشد. در تمام قلمرو کشور تا زمان استقلال کمتر از 1000 انشاءات ورزش وجود داشت. امروز این شماره به 10220 رسیده است. یعنی شماره انشاءات ورزش بیش از 10 برابر افزوده است که با استوار شدن زمینه مادی و تکنیکی برای رشد ورزش، عمومی گردانی آن و آماده ساختن ورزشگران سطح جمهوری و بین المللی از میان نورسان و جوانان مساعدت کرده ایستاده است. در دوران صاحب اسلامی به شرافت پیروزی‌های ورزشگران تاجیک در عرصه بین المللی 5743 مراتب پرچم تاجیکستان عزیز ما افراخته شده، 1797 مراتب سرود ملی دولت تاجیکان صدا داده است.